الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیوی پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، خواهر و برادرانی که در روزهای جمعه و روزهای دوشنبه و این چنین بقیه روزها در برنامه‌های ما و با کانال پیام هستید. امروز با هم درباره یکی از موضوعهایی که خیلی بهانه خوب است به نفران آسیه و این چنین یکی از موضوعی که بعضی از نفران به خاطر اینکه این موضوع را درست‌تر درک نکردن سبب غوطه زدن به گناه و حتی خارج شدن از دین می‌گردد صحبت می‌کنیم. اون هم درباره قسمت و تقدیر. در همه جا، در همه زبان و زمان کلمه تقدیر هست و حتی نفرانی که عموماً از اسلام بخبر هستند و یا در ادیان دیگر هستند، در آنها نیز کلمه سرنوشت یا گفتیم قسمت و تقدیر را شنیده می شود. و وقتی میگویم قسمت و تقدیر، اولین چیزی که به ذهن بعضی ها می رسد گویا که وقتی که الله قسمت و تقدیری ما را نوشت، دیگر برای ما هیچ مجال نماند که ما خود برای خود کاری را یا چیزی را انتخاب کنیم. و بعضی ها باشند میگویند هرگز به تقدیر ایمان ندارم،
هر چیزی که هست من از پیش خود با قوت خود با اراده خود میکنم. اکنون قسمت و تقدیر در نزد ما اهل سنت و جماعت مؤمنان معتدل باشد. گاه می شود که در حقیقت انسان در روبروی تقدیر هیچ کار کرده نمی تواند و چیزی که او میگوید این تقدیر و قسمت الله هست، این سرنوشت من است، من به آن ایمان دارم و صبر میکنم. اما گاه می شود که عملهای می شود که با وجود آن که قسمت الله هست و الله این را نوشته است و اگر نخواست نمی شود، ولی برای بنده تا حد انتخاب داده است و راه نشان داده است و بنده می تواند این را تغییر دهد. و تغییر دادن هم وقتی میگویم البته که با رضایت الله، برای آن که هر چیزی که الله خواست می شود و هر چیزی که نخواست نمی شود. انا برای آن که تا حد نه به این طرف ما بلغزیم و یا به طرف دیگر و کاملا تقدیر را انکار کنیم و یا کاملا به تقدیر تکیه کرده این تقدیری ما به دستگویان دست به کار نشویم. بیایید این موضوع را از نزدیکتر میبینیم و میبینیم که در حقیقت شریعت درباره تقدیر چی گفته است و بعضی از بنده ها تا چه اندازه خطا میکنند. و از همه پیش عزیزان، معنای قسمت یا معنای تقدیر و سرنوشت را اگر با زبان تاجیکی بگوییم این است که پروردگار پیش از خلق کردن انسان قانون را و یا کتاب را نوشت که از روی آن انسان زندگی میکند و اگر الله نخواست انسان از روی آن قانون و یا از روی آن قسمت زندگی کرده نمیتواند و الله میداند و میدانست که این انسان آینده چی کار میکند و همه آنها را نوشته کرد و یا به قلم امر کرد که بنویسد. ولی این تقدیر و یا سرنوشتی که قلم به ما نوشته است و الکی چگونه که در حدیث آمده است قلم خشک شد و صحیفه ها همش نوشته شد، این کدام صحیفه ها هستند؟ برای اینجا وقتی به دلیل ها نگاه میکنیم علما تقدیر را به 3 تقسیم کردند. قسم اول تقدیری که انسان در برابر آن کاملا ناتوان است، هرچی حرکت کند هم به هر جا خودش رو بزند هم آنچه که در همان تقدیر است آن می شود و خلاص. پیش از همه برای این تقدیر مثال اعلا این مرگ است. وقتی مرگ می آید، مرگ که در تقدیر نوشته شده است که در کدام ساعت در کدام زمین و چه احوال انسان می میرد، دیگر وقت و ساعتش رسید و آن تقدیر شدنی است. هر چی کرد هم انسان از مرگ نجات شده نمی تواند و الله می گوید کل نفس ذائقة الموت. این قانون کلی است که هر یک نفس، هر یک انسان، هر یک جاندار می میرد و مردن شما این سرنوشت شماست. و این چونین بعضی از مصیبت ها زمین لرزه باشد، ولکان باشد، سیل آمدن باشد و بعضی از آفت های طبیعی و یا اینکه در بعضی از آفت‌های کونی که در سیاره می شود، نزدیک شدن ماه و یا که آفتاب و یا گرمای سخت به سبب این یا آن منطقه، اینها همه اشان از مقدرات و یا قسمت‌های هست که انسان برابر این کاملا به قوت می باشد و هیچ کار کرده نمی تواند. و اینجا چگونه که مرگ را ذکر کردیم، عجیبش این است که رزق هم برابر مرگ است. یعنی چگونه که مرگ انسان، اجل انسان مقدر است، هر چی کند هم برابر آن هیچ کار کرده نمیتواند، رزق انسان هم هر چی دو تاز کند آن چیزی که نوشته شده است آن را به دست میگیرد. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. به کسی که الله خواست رزق وسیع میدهد، به کسی که خواست رزق کم میدهد. اما برابر این البته برای آن که رزق یا طلب رزق کند انسان از پی اسبابش می شود، اما یقین با آن که هرچی کنم هم همان رزقی که پروردگار به من نوشت از آن زیادش را به دست نمی آورم. برای همین نفرانی که به این نمود تقدیر اجباری که اجل و رزق در دست پروردگار است باور میکنند، دیگر آنها نه از کمبغلی میترسند، نه از مرگ و نه از دشمن. و
نمود دیگری تقدیر است که آن هم به دست پروردگار است و اما تا حد الله برای بنده اجازت داده است یا گفتیم فرصت داده است که آن را برای خود سبکتر یا تا اندازه دیگر کند. این به مثال آن که یک انسان در یک مکان به دنیا آمده است که در آن مکان به دنیا آمدن او این تقدیر الله است، اما برای اجازه است که از این زمین به زمین دیگر هجرت کند و یا مکانش را دیگر کند. اما در یک عائله به دنیا آمدن و پدر او کیست، مادر او کیست، خواهر او کیست، اینها همش تقدیرهای مجبوری هست که انسان نمیتواند برابر آن یگان ضدیت نشان دهد و عموما از احمقی هست یک کسی که تقدیر او این است با آن مسخره کرد، یعنی پدری تو این است یا مادری تو این است یا اینکه تو در آن عائله به دنیا آمدی. برای اون که از تقدیرهایی هست که انسان هیچ قوت برابر این ندارد. اما از نمود دیگری تقدیر چگونه که گفتم با بعضی از نفران دوستی کردن از خوردی، بعضی از خصلت‌های طبیعی زیاد خواهش داشتن یا زیاد مثلا نسبت کسی حسد و از این چیزها در انسان بودن. برابر این اگرچه این گونه خصلت‌ها یا طبیعت‌ها در انسان خواهد نخواهد هست، اما انسان تا حد میتواند بالای آن مبارزه کند. برای همین هم وقتی که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین میگوید الله آنهایی که ایمان آوردید شما از پروردگار بترسید و همراه صادقین باشید، راستگویان باشید. معنیش این است که شما میتوانید همنشین خود را انتخاب کنید، شما میتوانید که برای خود دوست انتخاب کنید. این نیست که تقدیر من فقط همین نفر بود است، گویان با یک نفرانی که اهل فساد هستند یا اهل گناه هستند با آنها شریک باشید. و این چنین درباره مکان زیست هم چگونه که بارها گفته ایم که برای انسان اجازت هست که زمین الله وسیع است. این تقدیر من بوده است که در همین زمین به دنیا آمدم، هر بلای بالای من آمد می شود نگفته می تواند این را تغییر دهد. یا اینکه بعضی از کارهای دیگر که تا حد برای او می شود که از پیش شود، در انتخاب همسر هم این می شود این گونه تقدیر یا این نموده تقدیر را جای کنیم. برای اون که یک انسان برای تغییر دادن همسرش برای او اجازت هست. این نیست که تقدیر من این بود است گویان، مثل اینکه بعضی از خواهرها تمام عمر در زیر یک ظالم یا گفتیم یک نفری که عموما از دایره انسانی برآمده زندگی میکنند، وقتی گفتید آخر چرا شما طلاق نگرفتید، چرا شما از پی عوض کردن زندگیتان نشدید، میگویند به من گفتن این تقدیر است و باید صبر کنید. این تقدیر است، اما برای شما تا حد پروردگار امکانیت داده است و شما می توانستید زندگیتان را تغییر دهید. اما اینکه همه راه ها را کردیم و تغییر نیافت، انا اینجا بعد از گذشتن کار است که در این باره کمی بعد انشاءالله گفته میگذاریم. اما قسم سیوم دیگری عمل ها هست، مثل دور شدن از گناه ها و اجرا کردن عبادت ها، که در این مسئله کاملا راه را پروردگار برای بنده ها باز کرده است و همیشه امر میکند که اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و انفقوا مما رزقناکم، شما صدقه بدهید، زکات بدهید، شما به همدیگر کمک کنید، شما راست گویید و این چنین اجتنبوا موبقات، از این هلاک کننده ها دور باشد. این مسئله های کاملا واضح هست که پروردگار اختیار برای بنده ها داده است و بنده می تواند از پی کارهای ثواب شود و یا عقاب شود و هرگز گفته نمی تواند که اگر در قدرت ببخشید در تقدیر من اگر باشد من میتوانم نماز خوانم، اگر در تقدیر من نباشد من نماز خوانده نمیتوانم. برای همین بعضی از نفرانی هستند که بر علا به گناه خود با دلیل حجت می آورند، یعنی یک گناه را کردن و جای اینکه گویند من توبه کردم و بازگشتم یا من خطا کردم، میگویند این تقدیر بوده است که کردم، یا اگر تقدیرم باشد من حاضر نماز میخوانم، یا اگر تقدیرم باشد من این کار رو میکنم، تقدیرم نباشد نه. یعنی شما رو تقدیر مجبورن کرده ایستاده است که همین رو کنید یا نکنید. البته اینجا مسئله خیلی یک از مسئله هایی هست که حتی بعد از عصر تابعین این نمود طایفه پیدا شده بودن، طایفه
جبری میگفتن هر چیز به دست تقدیر الهی هست و ما اینقدر به تقدیر ایمان داریم که هر چی شود هم میگوییم تقدیر است و بنده یگان اراده و یا یگان کار بالای تقدیر کرده نمیتواند، در حالی که در وقتی با تقدیر به گناههای خود، به خطاهای خود حجت آوردن اگر به این اجازه داده شود، همه میتوانند از اهل گناه و فساد باشند و بگویند که نه دیگر این در تقدیر من بوده است و من برای همین کردم و گویا که ببخشید پناه به الله را متهم میسازند که تو تقدیر کردی که این شد، در من گویا یگان نموده از اجازه این را دیگر کردنم بود. آره می شود که با تقدیر حجت گرفت و یا تقدیر را برای خود دلیل ساخت، اما در عملهایی که در دست ما نیست، چگونه که گفتیم در کدام عائله به دنیا آمدی، در کدام سرزمین به دنیا آمدی، با کدام از نقصانهای خلقی مثل نابینایی چشم یا بی‌دست بودن یا قد کوتاه بودن یا قد بلند داشتن به دنیا آمدی، یا اینکه در یک زمان به دنیا آمدی که اطراف تو پر از فساد بود. نمی شود بگفت که این نفر در بین فاسدین به دنیا آمد، این یگان مثلا بدبختی دارد. اینجا اینها همش گفته می شود که این به دست من نبود، این تقدیر الله بود که من در آن عائله به دنیا آمدم. این تقدیر من بود که فلان فرزندی بیمار از من تولد شد. این تقدیر من بود که دخترچه فقط به دنیا آوردم. یا اینکه این تقدیر من بود که با قد پس یا قد بلند یا در بین عائله‌ای که عموما از عائله بدنام هستند به دنیا آمدم. انا اینها با این نمود تقدیراتی که بنده از آن کاملا ناتوان است در برابر آن، می شود با تقدیر حجت و دلیل گرفت. اما عملهایی که خود انسان کرده می تواند و برای انسان تا حد الله انتخاب داده است، من این گناه را کردم، در این برای همین این تقدیرم بود است، گویا نمی شود. یگانه در حالتی که انسان به یک گناه آلوده بود، سپس توبه کرد و از آن گناهش گشت، یعنی سالهای دراز با یک گناه آلوده بود یا سالهای دراز به یک مشکلی دچار بود که او میتوانست تغییر دهد. بعد از اینکه تغییر داد، توبه کرد، برگشت، در اینجا می شود که با این که من تقدیرم بود است که همان سالها خطا کردم اما اکنون من توبه کردم، می شود دلیل گرفت. و از کجا این را گفته ایستادیم؟ همون قصه مشهوره که در کتاب های صحیح بخاری و مسلم هم هست، در دیگر کتاب های سنن هم هست، صحبت موسی با همراه آدم. وقتی موسی به حضرت آدم میگویند که تو ابوالبشر هستی، پروردگار با دستانش تو را خلق کرد، تو چگونه توانستی که گناه کنی و از جنت خارج شوی و دیگر ما تمام فرزندانت هم از جنت محروم شویم و در دنیا زندگی کنیم؟ حضرت آدم میگویند موسی تو کلیم الله هستی، تو نفری هستی که به تو تورات نازل شد، مگر خبر نداری از تقدیر الله که 40 سال پیش از به دنیا آمدن من یا ساخته شدن من این تقدیر من بود. و اینجا تقدیر خود را دلیل گرفتنی حضرت آدم را که پیامبر میگویند حجت آدم قوی بود بالای موسی، این معنایش این نیست که به گناه خود کاملا من آن گناه را کردم و پشیمان نیستم یا آن گناه را کردنی من به دست الله بود. گفتن نه، معنایش من توبه کردم و الله توبه مرا پذیرفت و تقدیر در آن بود است که من گناه کرده، توبه کرده، اصلاح شوم و پروردگار قبول کند و با این دلیل می آورند. و عجیبش در این است که نفرانی که به گناه خود میگویند قسمت و تقدیر است، اگر در حق آنها خطایی کنید و گویید این هم قسمت تقدیر است، قبول ندارند. مثلا یک نفر برای حقارتچی بودنش یا گفتیم برای حرامخور بودنش میگوید این تقدیرم بوده است. وقتی پول او را میگیرید و میگوید این پول از آن من است و این تقدیر بوده است که پول تو را گرفتم، هرگز این را قبول ندارد. پس اینجا وقتی به کارهای بد تقدیر را ببخشید برای خود حجت و دلیل میکنند، چرا در کارهای نیک خود تقدیر من بوده است گویان از پی عملهای خوب نمیشوند؟ یعنی خطاگی های خود را همش را بالای تقدیر بار کردن یا کارهایی که تو میتوانی عوض کنی،
کارهایی که در تقدیرت نوشته شده است این مسئله اتفاقی، اما تا حدی برای تو الله اجازت داده است که تو در تغییر آن کوشش کنی یا برای آن سبب ها رو پیشه گیری. در اینجا نمی شود تقدیر گفت و نیش است، مثل اینکه گرسنه هستم ولیکن تقدیر باشد سیر می شوم گویان خوراکی که در نزد ما هست آن را نمی خوریم، و یا اینکه فرزند ندارد، همسر ندارد، اگر در تقدیرم باشد من به همسر هم صاحب فرزند می شوم گویان که عموما نه عقل و نه منطق این را قبول می کند. پس در زمانی که انسان گناه کرد با گناه خود نمی تواند تقدیر را حجت گیرد، و یا عملهایی که برای او الله اختیار داده است نمی تواند این تقدیر است گوید و دیگر نشیند. اما عملهایی که خارج از قدرت انسان است او می تواند برابر این بگوید که این تقدیر است و من در اینجا کاملا به یگان قوت هستم و من یگان کار کرده نمیتوانم، چنانه که گفتیم در کجا به دنیا آمدن، با بعضی نمود بیماری ها به دنیا آمدن، با بعضی از نقصان ها به دنیا آمدن که انسان در این برابر کاملا ناتوان است. اما وقتی به کتاب قدر در صحیح بخاری نگاه میکنیم و یا در تمام کتاب های سنن و کتاب های علما که درباره تقدیر نوشتن نگاه میکنیم، همیشه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را میارند که پیامبر میگویند شمایان الکی به دنیا نآمده تقدیرتان نوشته شده است، آن هم 50,000 سال پیش از خلق زمین و آسمان، که آیا از اهل جنت می شوید و یا از اهل دوزخ. ولی وقتی صحابگان میپرسند اگر ما از اهل کجا هستیم، اگر نوشته شده است پس ما چگونه عمل کنیم مگر تکیه به همون تقدیر نکنیم؟ در این وقت پیامبر میگویند نه، شما عمل کنید، هر یک نفر به تقدیر ازلی نوشته شدهش نگاه کرده عملش آسان می شود. آنهایی که از اهل جنت هستند برای آنها عملهای اهل جنت را کردن آسان است، آنهایی که از اهل دوزخ هستند برای آنها عمل اهل دوزخ را کردن. و در حدیث دیگر وقتی که درباره تقدیر صحبت می روند سببها را اجرا کنید که آن هم تقدیر است میگویند. برای همین وقتی به شرح حدیث ها نگاه میکنیم تماما تقریبا کل علما میگویند مسئله تقدیر از مسئله های سر غیب است، از اسرار هست که در آن غوطه زدن و با عقل خود با منطق گفتگو کردن برای بنده حتی جایز نیست. برای آن که تا حد مسئله های تقدیر را می شود فهمید، اما بعضی از مسئله های دیگر هم هست که انسان اگر درباره آن گفتگو کند به گناه می رود و حتی به انکار کردن بعضی از صفات ها می رود. و نفرانی هم هستند که می گویند الله ظلم کرد و من این را کردم، الله ظالم است و به من این تقدیر را نوشته است، که این گونه کلمه ها حتی انسان را از دین کاملا خارج می کند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از حدیث های خود می گویند، در مستدرک حاکم بود اگر خطا نکنم، وقت در امر تقدیر سخنهای شما خیلی یعنی درباره تقدیر سخن رفت، شما در این باره ساکت باشید، گفتگو نکنید. اما بعضی از صحابه ها به پیامبر درباره تقدیر سوال داده بودند که ما در این باره چیکار کنیم، که پیامبر همیشه گفتند شما دست به عمل شوید. از این میبراید که در بعضی از مسئله هایی که درباره‌اش حدیث هست، آیت هست، مثلا تقسیم کردن تقدیر و این چنین نمودهای تقدیر، در این باره ها آیت و حدیث پیامبر که هست در این باره گفتن و پرسیدن باقی ندارد. اما مسئله هایی که پیامبر درباره‌اش ساکت بودن و درباره‌اش در قرآن هم چیزی گفته نمی شود، عقل انسان محدود است و نباید درباره‌اش گفتگو کند. و حتی حدیث ابو هریره رضی الله عنه هست که وقتی با هم دیگر صحابه ها درباره مسئله تقدیر نظام میکنن یا گفتیم تلاش میکنن، پیامبر آنگونه سرخ میشوند که میگویند دو رخساره پیامبر مثل دانه های انار بود از غضب و گفتند مگر با این شما امر شده اید که آیت ها را به هم دیگر بزنید و در حالی که در بین شما هستم در این مسئله تلاش کنید. و
مسئله تقدیر یکی از سرهای غیبی هست که در حد برای ما خبر هست، در حد هر چی کنیم هم گفته نمی شود. من فقط برای مثال، نه برای آن که گناهکار شدن خود را غوطه زنانیدن، مثلا الله می توانست همه را برابر مسلمان کند، چرا وقتی تقدیر را نوشت این را نکرد؟ الله می توانست این را کند، او رؤوف و رحیم است، چرا نکرد؟ مگر این ظلم نیست؟ انا این سوال ها وقتی زیاد شدن میگیرد، انسان رفته رفته تا اندازه می شود که یا کاملا تقدیر را انکار می کند مثل طایفه قدری، یا اینکه کاملا همه چیز را تکیه به کتاب تقدیر می کند و می گوید دیگر من هیچ کار نمی کنم، همه چیز الکی نوشته شده است و همه چیز الکی از من و یا بالای من حل شده است، من کاری را کرده نمیتوانم. برای همین عزیزان اینجا بیاید همان گونه‌ای که در حدیث پیامبر، چون این امر از امرهای غیبی هست، انسان با عقلش هرچی تکنولوژی پیشرفته باشد، هرچی انسان خیلی یک دایره عقلی وسیع داشته باشد، هم در مسئله غیبیات چگونه که درباره حیات بعد از مرگ و یا خارج شدن و داخل شدن روح به جسم انسان چیزی را درک کرده فهمیده نمیتواند، در بعضی از مسئله های مهم تقدیر هم عیناً همین است. اما مسئله هایی که الان گفته گذاشتیم که درباره‌اش احادیث پیامبر است، درباره‌اش قرآن کریم صحبت میکند، این را بدانیم که پس تقدیر تا حد برای ما اجازه است که درباره‌اش گفتگو کنیم و در این مسئله برای خود دلیل گیریم و جایهای دیگری هم هست که وقتی رابطه به افعال یا کارها و یا نوشتن پروردگار می رود، در اینجا ساکت شویم و بگوییم هر چیزی که الله نوشته است ما به این ایمان داریم و دیگر در این باره که سخنی نشد کاملا به این چیز برابر ایمان داشتن، توکل کردن، اما عمل کردن رو هم از دست نمیدهیم. و وقتی که گفتیم اینجا عمر انسان نوشته شده است، کسی در 56 سالگی مرد، دیگر یا در 56 سالگی او وقتی مرگش گفت هرگز او به 57 یا 60 نمی رود یا از آن خردتر نمی شود. ولیکن یک نفر وقتی بیمار است، اگر عجلم هست اینجا من میمیرم، عجلم نیست، نه من یگان خیل از پی دارو و درمان نمیشوم گفتن، آیا این ایمانداری به تقدیر است یا اینکه تکیه کردن و عموما تقدیر را متهم کردن؟ در این مسئله یا در مسئله رزق وقتی الله خودش گفت یا ببخشید پیامبر گفتند در حدیث که رزق شما هنوز وقتی در شکم مادر هستید نوشته می شود که شما چقدر رزقتان هست، آیا تماما در خانه خواب کرده همون رزقی که در تقدیرم هست از پی این باشیم و یا اینکه دست به کار شویم و وقتی که هر چیزی که کردیم و خواسته امان به دست نآمد بس بگوییم پس این تقدیر بوده است. انا در این مسئله میدونیم که در تقدیر ما چی نوشته شده است ما کاملا از آن بخبر هستیم. یعنی یگان نفر گفته نمیتواند که الله به من همین مقدار عمر نصیب کرد و یا همین مقدار برای من رزق نصیب کرد. هیچ کس از تقدیر خود آگاه نیست. انا برای همین که از تقدیر خود کسی آگاه نیست باید همیشه دست به سبب شود. یعنی هر چیزی که سببی زیاد شوی رزقش می شود، هر چیزی که سببی خوب شدن سلامتیش می شود و عموما هر چیزی که برای او را به سعادت دنیا و آخرت رسانیدن کمک میکند از پی آن شود. برای همین وقتی در باره تقدیر آمدگی است احرص علی ما ینفعک میگویند پیامبر، تو فقط از پی عملهای شو که به منفعت تو هست در دنیا و آخرت. اما اگر مصیبتی به تو رسید لو، یعنی اگر این میشد، اگر پیشتر این میشد گویان سخن را دور و دراز نکن، بگو که قدر الله ما شاء و فعل، این تقدیر الله بوده است. پس اینجا پیامبر یاد میدهند یا میآموزانند که اگر شما در زندگی عادی هستید در تقدیرم چی باشد همون میشود گویان ننشینید، همیشه حرص کنید، عمل کنید، کوشش کنید برای کارهایی که در دنیا و آخرت به فایده شماست. اما اگر مصیبت به سرتان آمد یا کار کردید، حرکت کردید، کوشش کردید، سببها را به دست آوردید، از پی سببها شدید ولی نتوانستید، انا در اینجا
اگر همین خیل میکردم این خیل میشد، اگر فلانی نمیبود امروز این میشد، اگر همان روز آن گپ رو نمیگفت امروز این میشد. گویان از پی همان گذشته ها و اگر نشده بگوید که دیگر من کردم و نشد و گذشت، این تقدیر بوده است. یعنی با همین یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر انسان خواست و قلبهایش از مریضی ها و شک و شبهه پاک باشد، کاملا مسئله تقدیر برای او روشن می شود. یعنی شما از پی عملهایتان باشید، از پی عملهایی که شما را به پیش میبرد، ولیکن مصیبت گذشته را به یاد آورده آنقدر حرص خورده این و آن متهم نگفته بگوید این تقدیر است. اما مسئله که شما خطا کردید، گناه کردید، اینجا حق ندارد که این تقدیر است گویید. برای آن که در شریعت قصاص است، در شریعت حد و حدود وجود دارد، در شریعت کاری که تو کردی باید جبران آن را و بعضی از کارهایی که به یک آدم ضرر میرسانی خونبه های آن را بدهی. انا اینجا مسئله وقتی که میگوییم در تقدیرت که چی هست نمیدانی و کسی از این آگاه نیست که او آیا این از اهل جنت است یا دوزخ است یا از اهل فقرا می شود یا از اهل ثروتمندان، باید همیشه در پی عمل باشند. و اینجا چیزی دیگر این است که وقتی در حدیث بخاری آمدگی هست که یک نفر خیلی در جنگ، در نبرد و در جهاد خیلی کوشش میکرد و همه میگفتن همین نفر در راه الله هست، پیامبر میگویند اگر به نفری که میخواهید از اهل دوزخ نگاه کنید به همین مرد نگاه کنید، مردی که اونقدر با جوش خروش با کفار میجنگد. سپس در قلب بعضی از صحابه ها شک و شبهه پیدا می شود که اگر همین مجاهدی که در راه الله الان با دشمنان جنگیده ایستاده است از اهل دوزخ باشد، پس ما چی می شویم؟ بعد از کمی می بینند که آن نفر وقتی تیر می خورد و مجروح می شود صبر کرده نتوانسته خود را می کشد، یعنی با خنجر خود را می کشد. سپس صحابگان می گویند ما دیگر در پیامبری تو زیادتر تصدیقمون پیدا شد، به چشم خود دیدیم که آن نفر خودش را به خودکشی نابود کرد. پس آنهایی که در آنها عملاً عملهای صالح زیاد دیده می شود، اینجا رو هم هرگز گفته نمی شود که این آدم از اهل جنت است، برای آنکه قلب او را پروردگار می داند و خاتمه عمل او را پروردگار می داند. شاید در شکل و ظاهر چنین است اما در قلب ریا است و چیزی دیگر است. برعکسش هم یک نفر اهل گناه است، در ظاهر او اهل دوزخ را می بینید اما همیشه پس از گناه توبه می کند و یکی با توفیق الله پیش از مرگش ایمان آورده توبه کرده میمیرد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما به خاتمه های عمل خود زیادتر اهمیت دهید. اونقدر من پیش این کردم انا فلانی این کرده ایستاده است، نه، ببینید که آیا تا آخری عمر یک نفر در امرهای یا در کارهای ثوابش هست یا اینکه پیش از مرگش تغییر مییابد و یک نفر در گناهش تمامی عمر است یا اینکه پیشتر کرد و الکی الان تغییر یافت. و اینجا وقتی که همون نموده که چگونه که گفتم امام نووی هم در شرح صحیح مسلم آوردگی هستند که بدانید که مسئله تقدیر مسئله عقل و منطق نیست. با عقل خود با منطق و با این و با آن گفت و گفت کردن نمیتوانید. اون چیزی که در قرآن دربارش هست، اون چیزی که در شریعت در حدیث دربارش هست، با همین باور میکنید و تطبیقش میکنید و این مسئله تمام میشود. برای آن که از اسرارهای پروردگار است که پروردگار این را برای ما همش را پوشیده ولی یک قسمش را بیان کرده است. اما انسان وقتی در حقیقت به تقدیر الله باور میکند و یقینا ایمان می آورد، انا در این وقت شجاعت و جسارتی که باید هر یک بنده مومن داشته باشد به دست می آورد. برای آنکه او می داند که مرگ زندگی یا ببخشید مرگ و زندگی این به دست پروردگار است و هر کسی هر چی کند هم مرگ زمانی فرا می رسد که در تقدیر او نوشته شده باشد. و به عبدالله ابن عباس هم پیامبر گفته بودند که این را بدان که تمام دنیا به تو ضرر رسانیدنی باشد هم
ضرر رسانیده نمیتواند مگر اینکه الله بخواهد. برعکس فایده رسانیدنی باشد، فایده رسانیده نمیتواند مگر اینکه الله بخواهد. و این معنیش این است که خواسته ها و یا واقعیت ها رابطه دارد به مشیت الله که قسمی از تقدیر است. هر چی که الله خواست آن می شود، نخواست نمی شود و انسان باید از پی توکل و از پی عمل کردن باشد. وگرنه انسان وقتی که نه فلانی سبب رزق من هست، فلانی نباشد من میمیرم، فلانی نباشد گرسنه میمانم، فلانی این، یعنی تقدیر خود را وابسته یک انسان کرد، دیگر با همین باقی میماند و حتی گفته هم میتوانیم که تمام عمر غلام یک نفر یا برده یک نفر باقی میماند. ولیکن وقتی یقینا میداند که این کارها یا عملهایی که میشود ماشاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، هر چیزی که نخواست نمیشود و خواست میشود، انا اینجا انسان در حقیقت هم توکل و هم عمل و هم کاملا با قلب آرام زندگی میکند و حتی میگوید نه از مرگ هراس دارم، نه از بیماری های ناگهانی، نه از فقر و نه از بایی و ثروتمندی میفخرم، برای آنکه در یک لحظه اگر قسمت بود تمام بایگری من سوخته و نابود می شود یا به دست دزدان می رود. در یک لحظه الله قادر است که بنده اش را بای و ثروتمند کند. اما برابر این چگونه که گفتیم ما که نمی دانیم در تقدیرمان چی هست، ما که این رو نمیدونیم. بعضی اش رو مثلا در همین عائله به دنیا آمدن من میدونم که از تقدیر بوده است، در فلان سال در فلان جا به دنیا آمدن من، در فلان منطقه جغرافی کلان شدن من که من در آن وقت نمیتوانستم مکانم رو تغییر دهم، یا با همین زبانی تاجیک به دنیا آمدنم، یا اینکه با یگان بیماری های اینها تقدیر بوده است. اما آینده تقدیر کاملا پوشیده است، از غیبیات است. برای همین انسان باید چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند احرص علی ما ینفعک، هر عملی که به فایده او هست، که عملهای فایده ناک رو هم البته با خواندن و با تعلیم گرفتن و نه تنها فقط با عقل بلکه با نصای شرعی می شود بفهمید، باید از پیش شود. و اینجا وقتی که درباره شب قدر صحبت می رود یا اینکه درباره آیتی که در سوره الرحمن است، یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، از الله هر کسی که در زمین و آسمان ها هست مسئلت می خواهد، خواسته های خود را می پرسد. هر روز پروردگار از پی تامین بنده هایش هست. وقتی این آیت ها را نگاه می کنیم که در سال یک بار تقدیر نوشته می شده است، هر شب و هر روز پروردگار دعاها را اجابت می کرده است، علل خصوص احادیثی که در بابت اجابت دعا علل خصوص در 3 آخر شب آمده است. اینجا بعضی ها حیران شده میمونند که پس چیکار کنیم؟ تقدیری که نوشته شده است که چیزی تغییر نمیدهد. و این چنین بعضی از آیات ها و یا تقدیری هست که در شب قدر در یک سال یک بار نوشته می شود و یا تقدیری که وقتی کودک در شکم مادر هست نوشته می شود. انا اینجا می بینید که علما میگویند پس با این آیات ها و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کرده ما میتوانیم تقدیر را جدا کنیم. تقدیر ازلی هست که عموما بنده به آن هیچ رابطه ندارد و یا در برابر آن کاملا ناچیز است و این را پروردگار 50,000 سال پیش از خلق انسانیت نویس، در حدیث صحیح آمدگی هست. و این چنین تقدیر هست که در شکم مادر وقتی کودک 4 ماه و 10 روزه می شود نوشته می شود و این چنین تقدیر هر ساله هست که هر سال آن دیگر می شود و یعنی از این سال تا به آن سال گفتیم بالای تقدیری پیشتره نوشته می شود. این چنین تقدیره که هر شب الله از پی دیگر کردن، اجابت کردن دعاها و دیگر کردن احوال مؤمنان است. و اگر به این نمودها هم نگاه کنیم و به دلیل‌هایش هم نگاه کنیم، انسان هرگز ناامید نمی شود از کمبغلی و هرگز ناامید نمی شود از بیماری و یا از مصیبت. او میگوید کل یوم هو فی شأن، هر روز پروردگار از پی بنده هایش اجابت کردن دعا و اصلاح کردن حالت بنده هایش هست. پس من باید ناامید نشده دعا کنم. و
اینجا عزیزان به سوال‌های شما برمیگردم و بعضی از مسئله‌هایی که شاید در رفت برنامه نگفته ماندم جواب میدهم و اگر وقتمون رسید باز این مسئله رو وسیع‌تر میکنیم. اینجا سوال یکم: من یک نفر را گفتم که من حق دارم حقوق خود را طلب کنم از حکومت کنونی. یک علمای دین به من گفت که تو از راهبران حکومت دعوا نکن چون خدا تقدیر تو را چنین کرده است. آیا این درست است؟ انا این چگونه که گفتم از متهم کردن تقدیر است. وقتی که شما حق دارید و کرده هم میتوانید، یعنی یک نفر برای حق خود را طلب کردن میتواند که شکایت کند، او را حقت را طلب نکن، شکایت نکن گفتن کاملا هم احمقی هست هم تقدیر را گناهکار کردن است. اگر چنین باشد، یعنی هر یک گناهکار، که البته وقتی شما میگوید من حق خود را دعوا دارم، شما از یک متهم دعوا دارید، از یک انسان بیگناه نه. اگر گفتیم هر یک متهم گناه خود را با تقدیر انجام داد، پس نفرانی که می دزدند من تقدیرم از گویان دزدیده می گردند. نفرانی که حق دیگران را با فریب و نیرنگ و غارتگری می خورند تقدیرم از گویان می گردند. نفری که حتی یک نفر را می کشد، تعدی می کند، دشمنی می کند، کشتن من هم تقدیر بوده است، مرگ تو در دست من تقدیر بوده است می گوید. پس قصاص کجا می رود؟ آیتی که پروردگار ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب میگوید در سوره بقره، شما باید از همدیگر قصاص گیرید تا اینکه مردم زنده بمانند، از قصاص بترسند و دیگر کسی به خون دیگری دستش را نآلد. و این چنین آیتی که فقطعوا ایدیهما، وقتی که ببخشید درباره دزدی و دستبری دزد صحبت می شود، این آیت کجا می رود؟ یا اینکه جزای نفرانی که زنا میکنن یا قصد میکنن که باید 80 دره بخورن، این کجا می رود؟ متهمیش رو کرده می گردد، قاضی کجا می رود؟ صاحب حق همه حقهایش ضایع می شود. و این نمود ملاها رو چی گفته می شود؟ یا تقدیر رو درست خوانید و یا که مردم رو اینقدر به ذلت و بخوری نبرید و این چونین پروردگار رو متهم نسازند که این پروردگار چونین تقدیر ساخت و ما رو مجبور کرد که این ظالم بالای سر من بماند. البته که اون ظالم در دنیا جزایش هست و جزای اون را در قرآن و در سنت هست. پس در این مسئله ها ستانیدن حق خود که در دست تو هست، یا اینکه میتوانی که به یک کسی که تو ظلم کردی اون ظلم خود را برطرف کنی، از او یا بخشش پرسی یا جبران کنی، به تقدیر تکیه کرده اینها رو نکردن، این کاملا به تقدیر رابطه ندارد و هرگز درست نیست. و چگونه که گفتم بعضی ها خطاگی های خود را به تقدیر میبرند، بعضی ها حتی میتوانند که حق خود را ستانند. یعنی مردهایی هستند که در این باره برای همین حدیث است که پیامبر میگویند نفری که طلاق را الله به او داده است اختیاراً، ولیکن طلاق نداده، این همسری بی‌راهی مرا اصلاحش کن، همسری مرا به راه راست ببرگویان دعا میکند، دعایش اجابت نمی شود. برای چی؟ برای اون که طلاق در دستت است، نمی شود که تو دعا کرده نشینی و به پای تقدیر خودت را بیاندازی. انا اینجا مسئله تقدیر را به میان آوردن، کاملا متهم کردن تقدیر و ترسوگی رو در قلب مردم جای کردن که گویا که ما حق خود رو طلب کنیم، اگر ما بر ضد تقدیر الله میشویم و ما باید در این ظلم صبر کنیم. و کم نیستن مانند شما، برای اینکه خیلی زیاد از خواهری که به نزدیکی بود میگوید همراه 5 فرزند در زیر یک مرد زندگی میکنم که او مواد مخدر هم استعمال میکند، او به همه کارها میرود و حتی پولهایی که من به عذاب میگیرم میدزدد. و وقتی که به کدام مولای همسایه کسی از این شکایت کردم، تقدیرت بوده است تو صبر کن گفت، و اگر صبر نکردی نارضایی به تقدیر و گناه می شود. یعنی این بیچاره باید بمیرد همراه 5 فرزندش که گویا به او گفتند که اگر تو خود را از دست او خلاص کنی یا بمانی و بروی. من که خودم گفتم شخصا اگر مرد چنین است او را به خانه راه نده، او میگوید پس مسئله تقدیر چی می شود؟ نه، در این مسئله پروردگار همه چیز به تقدیر الله است. تقدیر دانستن الله بالای او میتواند دیگر کند، مشیت الله هست، علم الله هست. اما برای شما هم در این مسئله اختیار داده است، آزادی داده است و باید حقتان را ستانید و تغییراتی که در دست شما تا حدی هست انجام بدهید. سوال دیگر:
салом апаи муслимаи аҳмадӣ вақте ки Саъд ибни Аби Ваққосро дар қабр монданд, Расули Аллоҳ гуфт дар тақдираш будааст қабр ҷикидан. Баъзеҳо мегӯянд шутурбоин буд. Ин саҳиҳ аст ё ки мавзӯъ? Аллоҳ хайратон диҳад. Рости гап дар ин масъала чизе намедонам ва агар иҷозат додед дар бораи ин ки дар бораи қабр чунин гуфта бошанд ё ин ки дар бораи ҷиқидани қабр пайдо мекунам ҳамашро ва дар дарси оянда бароятон баён мекунам. Аммо то ҳадде ки ман медонам, Саъд ибни Аби Ваққос баъд аз марги паёнбар аз дунё меравад, на ин ки дар вақти зинда будани паёнбар. Апаҷон ҳамин қазою қадар гуфта қисмату тақдирро мегӯянд. Оре, қисмату тақдир ҳамон қазою қадар аст. Қазою қадар ба забони арабӣ, қисмату тақдир ва ё сарнавишт ба забони форсӣ мебошад. ман зидди имом Алии Раҳмон гап зана маро гуфтанд ки бо худо дода ситеза накун ки бар вай худо додааст. Оё ҳамин дуруст аст? Набояд зидди ноадолатиҳояш гап занем. Чӣ гуне ки гуфтам, на ҳама дузде ки ба дуздӣ молеро ба даст меоварад, бо тақдир ба дасташ овард. На ҳама золиме ки ҳукуматро ғасб мекунад, ин тақдираш будааст ва на ҳама нафароне ки муттаҳамӣ мекунанд, ин тақдираш будааст гуфта намешавад. Ин масъала тақдирро набояд муттаҳам кард ва далел гирифт ки гӯё ҳамаи ин золимон бо тақдири Аллоҳ зулми худашонро карда истоданд ва ба маънои тақдир, яъне Аллоҳ ба онҳо иҷозат додааст. саволи дигар, аз хонаам пуламро ба миқдори калон дуздид. Дуздро ки хеши худам буд ёфтам. Гуфт ки ака, ба ҳамин риши сафедат шарм намедорӣ? Тақдират будааст ки пулатро ман бигираму шикамамро сер кунам. Ба нағзи пуламро надод, ба милиса додам, ҳоло дар зиндон аст. Аҷиб аст ин ки шумо ҳам нагуфтед ки ман ҳам бо тақдири Аллоҳ туро ба милиса медиҳам ва ё ин ки ту ҳам акнун ки бо тақдири Аллоҳ пуламро гирифтаӣ, бо тақдири Аллоҳ бояд онро баргардонӣ. Ва инҷо аҷибаш дар ҳамин аст ки нафароне ки тақдирро барои гуноҳҳои худ меоваранд, яъне далел мекунанд, ҳаргиз барои амалҳои солеҳи худ тақдирро намеоваранд. Яъне намегӯянд ки ин тақдири Аллоҳ будааст ки ман некӣ кардам, ин тақдири Аллоҳ будааст ки ман аз аҳли салоҳ ҳастам. На, ман худам инро кардам, ман инро кардам, ман намебудам намешуд, кӯшиши ман намебуд намешуд, падарам фалонӣ намебуд намешуд. Дар ин масъала ҳама тақдирро фаромӯш мекунад. аммо вақте гуноҳ дар сарашон ҳаст ва ё ин ки онҳо бояд ҷуброни гуноҳҳои кардаи худро пардохт кунанд, ана дар ин ҷо менишинанд ва мегӯянд ин тақдир будааст ва тақдир будаасту дигар бо ҳамин далел тамом мешавад. Ва агар аксашро гуфтед ки агар бо тақдир ин буд, бо тақдир бояд ин ҳам мешуд, дар ин бора касе чизе намегӯяд. Ва чӣ гунае ки гуфтам, вақте ки пули туро алон медузданд ва мегӯянд ин тақдир аст, ҳаргиз қабул надорӣ. Ва ё ин ки фарзандат ягон хатое кард ва ту чандин бор такрор кардеву гуфт ки падарҷон ё модарҷон ин бо тақдир буд, ҳаргиз қабул надорӣ ки ин тақдир нест, ин гуноҳи шахсии худат ҳаст. Пас дар ин масъала дар куҷо бояд метавонем тақдирро барои худ далел гирем ва дар куҷо бояд мо тақдирро наметавонем муттаҳам созем, бояд хеле хеле фикр кард ва албатта ки пайдо кардан дар масъалаи тақдир намешавад ки мо бигӯем ки инҷо бидонед ки тақдир аз масъалае ҳаст ки мо кай хостем далел мегирем ва кай хостем далел намегирем. барои он ки масъалаи тақдир гоҳе мешавад ки ҳатмӣ аст ки далел бигиред барои марг, барои баъзе аз бемориҳо, барои баъзе аз офатҳои табиӣ. Аммо ҳолатҳое ҳаст ки фақат муттаҳам кардан аст. Ва дар масъалаи худи тоун ё дар бораи ин ки вақте дар яке аз ҷангҳо мебинанд ки тоун ҳама ҷоро мисли ҳамин беморие ки мо ҳастем ва бо ҳама ҷоро пур мекунад. Вақте ба Умар ибни Хаттоб гуфта мешавад ки мо оё аз тақдири Аллоҳ мегурезем, чаро ба замине ки дар он ҷо шом буд, дар он ҷо вабо ҳаст дохил нашавем. Умар ибни Хаттоб мегӯянд мо бо тақдири Аллоҳ аз тақдири Аллоҳ мегурезем. яъне як беморӣ агар ба тақдири Аллоҳ ҳаст, муолиҷа кардани он ҳам ба тақдири Аллоҳ мебошад. Ва агар як коре ҳаст, яъне агар камбағалӣ
تقدیر الله هست، از پی کمبغلی رو برطرف کردن با عمل و با کسب کردن و با دعا کردن هم این تقدیر می باشد. وقتی همسری بد نصیب شما شد که این تقدیر الله هست میگوید، پس اون همسر رو عوض کردن هم تقدیر الله می باشد. اما اینکه فرزندم در چند سالگی مرد، فرزندم بیمار به دنیا آمد، خودم در یک عائله به دنیا آمدم، اینها رو من عوض کردن نمیتوانم، در برابرش ناتوان هستم. اما عملهای دیگری هست که شما میتوانید از پی آن شوید. و علل خصوص درباره مصیبت ها، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهدی قلبه. یعنی مصیبتی که به شما میرسد این با تقدیر الله هست. انا کسی که به تقدیر ایمان دارد اونقدر نه از مصیبت هراس دارد، نه به مصیبت های گذشته ندامت دارد. برای اون میگوید مصیبتی که آمد در دست من نیست. اما برابر این سبب نمی شود که کسی که مصیبت رو بالای شما آورد، یعنی کسی که برادر شما رو کشت یا برادر شما رو زندانی کرد یا مال شما رو دزدید، او هم بگوید مصیبت است. نه، جزای او رو شریعت و گردنش مانده است. البته باور کردنی اینکه این از تقدیر است بیشک و شبهه، اما جبران خطاگی ها و جبران این عمل ها رو بدهد. و اینجا عزیزان مسئله ما بود درباره تقدیر و درباره کدام وقت تکیه کردن به تقدیر و کدام وقت کاملا دست به کار شدن، اما یقینا با اینکه اگر الله نخواست هر چی سبب رو پیش گیریم هم نمی شود. انا این باور کردن به مشیت یا خواسته الله هست و به قدرتی که بالای قدرت هست. نفری مومن وقتی همه سبب ها رو پیش گرفت، همه کارها رو کرد، همیشه از پی کاری شد که او باید میکرد اما نشد. یعنی خیلی به یک شهر سفر کردن خواست، هرچی سبب ها رو پیش گرفت نشد. خیلی خواست با یک نفر ازدواج کند، هرچی خواست نشد. انا در اینجا میگوید دیگر در تقدیر من بود است، دیگر من کار کردن نمیتوانم. اما اینکه هیچ کار نکرده، از پای کار نشده، دعا نکرده که اساسا وقت زیاده درباره دعا می رود. حتی حدیث است که قضا رو به جز دعا چیزی به عقب گردانیدن نمیتواند. این البته قضاهای سنوی و یا بعضی از تقدیراتی که هر روز به انسان وا میخورد. انسان باید همیشه از پی دعا باشد. و حتی عمر ابن خطاب و عبدالله ابن مسعود در حج دعا میکردن که پروردگار تو به تقدیر من چی نوشته، من از آن بیخبرم، اما تقدیر مرا از نفرانی که من از اهل صالحین و از اهل جنت باشم. یعنی دعا کردن به پروردگار رو نباید مومن هرگز کنده کند یا قطع کند، برای آنکه در تقدیر چی شدن رو نمیدانیم، ولیکن هرچی گذشت می سپاریم به دست تقدیر. و اما برای آینده و برای امروز همیشه باید از پی دعا و از پی تغییرات هرچی به اون چیزی که موافق حدیث به فایده ما در دنیا و در آخرت می باشد. و این بود موضوع امروزه ما، تا حد مختصر درباره قسمت و تقدیر، ولیکن اگر درباره اش کاملا مفصل میده با تمام حدیث و آیات ها صحبت کنیم شاید موضوعهای دراز باشد. ولی چون میبینیم که بعضی ها کاملا همه گناه ها را بالای تقدیر می اندازند، بعضی ها باشد تماما به تقدیر ایمان ندارند. اینجا خواستیم که از این موضوع شما نیز عزیزان با خبر باشید. تا برنامه های دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار کند که از جمله نفرانی باشیم که تقدیر ما همیشه مایان را به اهل جنت و به اهل صالحین در دنیا و آخرت برساند. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.